درود بر شما. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید و حالتون هم خوب باشه. سعید گل محمدی هستم. موضوع این پادکست در رابطه با باورها هستش و اسمش هست باورها معجزه می کنند. من کتابای زیادی نوشتم، بالای 100 عنوان کتاب دارم. کتابم پر از قصه و داستان‌های الهام بخش است و باعث میشه که تحولات زیادی در زندگیتون شکل بگیره. یک قصه ای رو برای این پادکست انتخاب کردم. میگن که یه روز یه بنده خدایی توی خونه روستایی خوابیده بود که پنجره‌های اون مشکل داشت و باز نمیشد. طرفای نیمه شب بود که از خواب بیدار میشه و احساس میکنه که داره خفه میشه و از جاش بلند میشه و میره سمت پنجره و هر کاری میکنه نمیتونه این پنجره رو باز کنه و یه ضربه محکمی میزنه و شیشه پنجره رو میشکنه و احساس میکنه که هوای تازه‌ای به اتاق میاد و میاد میگیره میخوابه. طرفای صبح بود که از خواب بیدار میشه و میاد میبینه که شب قبل به جای شیشه پنجره زده شیشه کتابخونه رو شکونده و شب تا صبح با این فکر و با این باور به خودش اکسیژن رسونده بود که انگار زده شیشه پنجره رو شکونده. دوست من، باور یعنی اطمینان، اعتقاد و اعتماد راسخ و خلل ناپذیر نسبت به هر چیز و هر پدیده‌ای که نیاز به اثبات نداره. یعنی من نسبت به هر پدیده‌ای اونقدر اطمینان دارم، اونقدر باور دارم که نمیذارم خللی درش ایجاد بشه و نیازی هم به اثبات نداره که بخوام باورامو به این و اون اثبات کنم، چون مال خودمه. باورهای من در رفتارهای من خودشو نشون میده، در تمام وجود من هستش، در تمام زندگی من نقش آفرین هستش. توی زبان انگلیسی گفته میشه self confidence، یعنی اطمینان به خود، که توی زبان فارسی هم به اعتماد به نفس هم ترجمه شده دیدم. ببینید، باور یه چیزی هستش که در وجودت هست، کسی نمیتونه باهاش بازی کنه و اونو سستش کنه. باور فکری هستش که بارها و بارها در ذهن شما تکرار شده. تونی رابینز میگه که انسان ماشین خلق و اثبات باورهای خودش هستش. یعنی چی؟ یه ماشین رو در نظر بگیرین، شما سوار این ماشین میشین، روشن میکنین، گاز میدین، ترمز میگیرین، حرکت میکنین. این ماشین با حرکت کردن، ایستادن، فلش زدن و همه اینا داره خودش رو به خودش ثابت میکنه. یه لپتاپ رو در نظر بگیرین، شما روی این لپتاپ برنامه‌های مختلفی رو نصب میکنین، تایپ میکنین، اینترنت میرین، کارهای مختلف انجام میدین، فایل ورد باز میکنین، فایل پی دی اف درست میکنین و این لپتاپ با کار کردن خودش داره خودش رو به خودش ثابت میکنه. انسان هم ماشین اثبات باورهای خودش هستش. دوست من، کل جهان هستی باورهای انسان رو به انسان ثابت میکنه. جهان هر کس آینه ای هست از باورهای خودش. ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که روی چرخ باورهای ما داره میچرخه. اگه میخوای زندگی تو و دنیای تو تغییر کنه، باورهاتو متحول کن. نگفتم تغییر بده، میگم متحول کن. تغییر تقریبا یه پدیده سطحی هستش که تو خیلی از کتاب‌ها، تو خیلی از کلاس‌ها راجبش صحبت میشه، اما تحول یک پدیده است. یه پدیده‌ای هستش که انقلابی رو در ذهن تو و تمام وجود تو ایجاد میکنه. هر چیزی که در زندگیمون داریم میبینیم پاسخی هست برای باورهای ما. کائنات و جهان هستی همیشه به اون میزان انرژی که از طریق باورهای تو ساطع میشه پاسخ میده. خیلی ها به من میگن آقای گل محمدی، ما خیلی از کتابا رو خوندیم، خیلی از سمینارها رو رفتیم، خیلی از ورکشاپ‌ها رو رفتیم، خیلی از وبینارها رو شرکت کردیم، اما باورامون رو نتونستیم متحول کنیم. چیکار کنیم؟ دوست من، تغییر و تحول در باورها آروم آروم اتفاق میفته. پله‌ای هستش، تدریجی اتفاق میفته. خود من گل محمدی هنوزم که هست، هر روز دارم روی باورهای خودم کار میکنم. هر روز دارم بذر جدیدی در باورها میکارم. این جمله من یادت باشه،
میزان موفقیت خودت رو در زندگیت بر اساس بذری که در طول روز میکاری محاسبه کن، نه بر اساس محصولی که داری برداشت میکنی. ببین چه بذری رو داری در باورهات میکاری، داری چی کار میکنی با خودت. بذار یه تجربه بهت بگم از دوران کودکی خودم، اینکه چجوری تونستم با کمک باورهای خودم به خواسته هام برسم. من توی خانواده معمولی به دنیا اومدم. پدرم خب کارگر بود، مادرم خونه‌دار بود. یادم یه 10 سالم بود که میخواستم یه دوچرخه بخرم برای خودم. دوچرخه تمام رویاهای من شده بود. نه اینکه خانوادم نتونم بخرن، خودم میخواستم خودم برای خودم دوچرخه بخرم، رو پای خودم وایسم از همون 10 سالگی. این که میخواستم به اون دوچرخم برسم، انگار به همه خواسته هام رسیده بودم. این شده بود باور من. من شبا نمیتونستم بخوابم. هر شب که میخواستم بخوابم تصویر اون دوچرخه میومد جلو چشام و نمیتونستم بخوابم دیگه. شبا تا دیر وقت بیدار میموندم و رؤیای داشتن اون دوچرخه تو اون سنی که من بودم نمیذاش بخوابم. توی ذهنم تا نیمه های شب اون دوچرخه رو تصور میکردم، باهاش دوچرخه سواری میکردم، تکرار میکردم، سوار اون دوچرخه میشدم و تمام کوچه پس کوچه های شهرمون و خیابونایی که بودن رو میرفتم با اون دوچرخه. توی ذهنم دوچرخه سواری میکردم. اون نسیم و اون بادی که به صورتم میخورد رو احساس میکردم با تمام وجودم. یعنی انگار همین الان اون دوچرخه رو دارم. رؤیایی داشتم برای خودم تو اون سنی که داشتم. رؤیا اون چیزی نیستش که شبها در خواب میبینی، یا رؤیا اون چیزی هستش که نمیذاره شبها بخوابی. فکر داشتن دوچرخه رو اونقدر در ذهنم تکرار کردم تا اینکه تبدیل شد به یه باور. گفتیم دیگه باور فکری هستش که بارها تکرارش میکنیم. البته اینم بهتون بگم در کنار داشتن فکر مثبت و رؤیا و باور و تکرار فکر مثبت یه سری کارهایی هم انجام دادم. کارهای فیزیکی تلاش میکردم هم در طول روز. تعطیلات تابستون بود میرفتم کار میکردم. پس تکرار این فکر باعث شد که باور داشتن اون دوچرخه در ذهن من شکل بگیره. خیلی از سخنرانان انگیزشی رو دیدم که توی سخنرانیاشون میگن که فقط باور کن به خواستت میرسی. دوست من موافق این جمله نیستم. به نظر من گل محمدی در کنار باور، تکرار افکار مثبت در رابطه با اون چیزی که میخوای در زندگیت داشته باشی، اقدام و عمل هم خیلی مهمه. یادم خیلی کارا کردم که به خواستم برسم. صبح از خواب بیدار میشدم، تابستون بود، میرفتم سراغ یخچال خونمون، یخو از اونجا برمی‌داشتم میذاشتم توی فرغون، حرکت میکردم به سمت مغازه عمو اکبرم. عمو اکبرم یه مغازه ساندویچی داشت. از عمو اکبرم 2 تا جعبه نوشابه میگرفتم میذاشتم داخل فرغون و به سمت بازار شهرمون حرکت میکردم. اونجا تا غروب نوشابه میفروختم. غروب که به خونه میرسیدم اصلا احساس خستگی نمیکردم، چون رویایی داشتم تو اون سنی که داشتم. یادم همسایه روبرویمون عمو محمد طرفای غروب که از باغشون سبزی می آورد، من و پسرش علی که دوست خیلی خوبم بود و الان هم دوست خیلی خیلی خوبم هستش، می رفتیم با هم دیگه سبزی می فروختیم. میخوام بهت بگم که خیلی کارا کردم که به خواستم برسم و بالاخره بعد از باور کردن خودم و باور کردن رویاهای خودم تونستم اون دوچرخه رو بخرم و بالاخره خریدم. ادیسون یه جمله قشنگی داره، میگه که نبوغ یعنی 1% الهام و 99% اقدام و عمل. میخوام بهت بگم که در کنار باور و ایمانی که داری، اقدام و عمل هم مهم هستش. پس باورهای سازنده داشته باشیم، باورهای مفید داشته باشیم، حرکت کنیم در مسیر اهدافمون، خودمون رو باور کنیم تا خودمون رو بارور کنیم و مطمئن باشید، شک نکنید که به تمام اهداف و رویاهاتون میتونید در زندگیتون برسید. و اگر این پادکست باعث شد که یک
تغییری هر چقدر، حالا هر چند کوچولو در نگرشت نسبت به زندگی ایجاد بشه، لطفاً اونو به چند تا از دوستای دیگت هم بفرست که اونا هم گوش کنن و این پیام مثبت، پیام عشق، پیام شادی، پیام‌های مثبت و سازنده رو بیایم روی کره زمین پخشش کنیم و باعث بشیم که به جای اینکه در زندگیمون دنبال عامل مقصر باشیم، دنبال عامل مؤثر باشیم. پس این پادکست رو برای دوستاتون هم بفرستید تا اونا هم گوش کنن و توی پادکست های بعدی به موضوعات دیگه و جذابتری خواهم پرداخت. خیلی دوستتون دارم. سعید گل محمدی.